توی یک شرایط سختی قرار گرفته بودیم از نظر مالی و تایم هم دیگه به دقیقه 90 رسیده بود دیشب. من اومدم ساعت 12 شب تایمر گوشیمو کوک کردم گذاشتم رو 12 ساعت. تا ساعت 4 صبح من بیدار بودم، کار طراحی و اینا رو انجام میدادم. بعد خوابیدم تا ساعت 8 و نیم، باز دوباره 1 ساعتم تمدیدش کردم، خوابیدم تا ساعت 9 و نیم. 9 و نیم پا شدیم رفتیم برای قرارداد. استرس داشتم، باید پروژه رو میگرفتم. یه مقدار کار سخت بود چون تو هم باید اصول مذاکره رو رعایت کنی، هم باید پس بزنی. ما برای یه پروژه رفته بودیم تو کارخونه. بعد 12 ساعت هم گذشت، شد 13 ساعت. 13 ساعت زمان بود از اون تایمری که گذاشته بودم، ولی شد به جای یک پروژه 3 تا پروژه گرفتیم از همون کارخونه. من نیلوفرم، ایشون فرامرز، زن و شوهریم، 5 ساله با هم ازدواج کردیم. این اولین ویدیو چنل یوتیوبمونه. حتما ازمون حمایت بکنید. حتما حمایت کنین و اینجا تجربیاتمون رو میذاریم. میونه صحبتتون اومدم اینکه خودتون باشین توی زندگی، خودتون رو راحت کنین. زندگی اصلا سخت نیست. هنجارهای مغزتون رو بشکنین. آره، اونو بشکنین و توکل کنین. توکلتون هیچ وقت از دست ندید. خدا تو تمام زندگی ما، خدا امام رضا حرف اول زدن. دقیقاً. موفق باشین. موفق باشین.